رسول اکرم سلام راضی نمیشود. میگه که شاید از پشتی این مردم گمراه شاید آدم‌های پیدا شوند. رسول اکرم سلام دو دانه انگور رو میچیند و بسم الله الرحمن الرحیم میگه اکرم سلام کاش همونجا میشیدم من پشتیبانی از تو میکردم. پشتیبانی از تو میکردم. رسول الله چقدر برای این دین مهنت کردگی، چقدر به ما غمخواری کردگی. الله مهربان چقدر. سلام و درودی به پایان با بیننده های گرامی قدر. امروز یاد از مکه مکرمه، از مدینه منوره، از شهر پربرکت شهر طایف یادآوری میکنیم و در حج بودیم و امسال خب با همراهی قاری فروخ حاجی شهرت با شهر طایف رسپار شدیم تا از اونجا احرام ببندیم و عمره کنیم و در شهر طایف رسیدیم. حاجی شهرت قاری فروخ و من میفهموندن قصه ها میکردم، یعنی که در شهر طایف چقدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عذاب و عقوبت کشیده، چقدر خودشان ناراحت حس کرده، چقدر آدم‌هایی که کم عقل بودن و آدم‌هایی که بی عقل بودن در شهر طایف با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حمله میکردن و او رو سنگسار میکردن، خونشار میکردن. این منظره را قاری فروخ قصه میکرد. باور که بسیار ناراحت میشدم. تا آن دم قصه میکرد که اشکهای حاجیو جاری میشید. قصه میکرد که انا این موضع ده وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خب بسیار با وی فشار میبیارن، بسیار وی گپای قبیح میگن و دین اسلام رو قبول نمیکنن مردم. بعد او با طایف سفر میکنه، یعنی که پسرخالش در اونجا بود، با نزد پسرخالش میرود، مهمون میشود و پسرخالش دعوت میکند و پسرخالش دیلو نمیشود. میگه که مردم طایف بسیار مردم سرسختند، بسیار من زورم نمیرسه که با اینها دعوت اسلام کنم و یک روز مهمانداریش میکند. روز دوم وقتی که از طایف با یک دلشکستگی با یک غم و غصه میخیزد سال رهسپار میشود. در اونجا همون آدمای کم عقل و قصور عقل با وی سنگ ها میزنن، با وی سنگ باران میکنن تا حدی که پایهای مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خونشار میشود، کفشاش پری خون میشود و بسیار ناراحت میشود. در اونجا میشینه. در شهر طایف یک منظره هست که دو کوه هست اونجا، دو کوه هست. قاری فروخ حاجی شهرت قصه ها میکنه که حضرت جبرائیل علیه السلام میخمد میبیاید چقدر تیز و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اگر تو یا رسول خدا راضی شوی این دو کوه را به بالای طایف ما هموار بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راضی نمیشود. میگه که شاید از پشتی این مردم گمراه شاید آدم‌های پیدا شوند که اسلام عزیز را معرفی کنند و حالا حاضر بهترین قاری‌ها، بهترین حافظا قرآن از شهر طایف است. همین وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با یک دلی شکسته میشیند یک جدا. همون موضع ما رو نشان میتند، یک جای خشک، جای سنلاخ همونجا میشینه و دعا میکنه که الله مهربان مردم طایف را هدایت کن.
همین وقت عدوس غلام ایره قاری فاروق بسیار زیبا قصه میکند. غلام یک خوشه انگور رو میبیارد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیشنهاد میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دو دانه انگور رو میچیند و بسم الله الرحمن الرحیم میگه میخوره و حضرت عباس میپرسه که این چی کلمه بود، این چی گفتاره بود. بسیار قصه خوب میکنه قاری فاروق. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عباس رو میپرسه میگه تو از کجا هستی؟ میگه ما از نینوا، میگه از اولاد حضرت یوسف پیغمبر هستی، یونس پیغمبر هستی. خلاصه قصه ها میکنن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزهای پرمشقت رو در شهر طائف گذراندگی اینقدر سنگسار و خونشار میکنن پای او را. یا رسول خدا، یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، کاش همونجا میشیدم من پشتیبانی از تو میکردم، پشتیبانی از تو میکردم. یا الله، رسول خدا، رسول سلام، رسول الله چقدر برای این دین مهنت کردگی، چقدر به ما غمخواری کردگی. یا الله مهربان، چقدر قاری فاروق آج شهرت قصه های زیبا میکنه، باید با ما درس عبرت شود. یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم، جانم فدای نامت، کاش در همونجا میشیدم و پشتیبانی از تو میکردم.